راز دریاچه مرگبار تخت سلیمان چیست؟ میراثی جهانی با زندانی مخوف. تخت سلیمان جایی است پر از رازهای جالب و باور نکردنی. اینجا 4مین اثر ایران در میراث جهانی یونسکو است. اما جالب ترین چیز در موردش قصه هایی است که محلی ها در موردش میگویند. به اعتقاد مردم محلی اینجا محل زندگی موجودات ماورایی است و در اعماقش یک گنجینه جادویی نهفته. همه عجایب و اسرار تخت سلیمان را در این ویدیو برای شما بیان می‌کنیم. درود دوستان، به کانال خودتون خیلی خوش اومدید. خوشحال میشیم جهت انگیزه و انرژی بیشتر ما کانالمون رو سابسکرایب کنید. ممنون از اینکه کنار ما هستید. چیچست جای عجیب زیاد دارد، اما دریاچه از بقیه جاهایش خبرسازتر بوده. داستان‌های زیادی درباره دریاچه گفته می‌شود، از جمله اینکه کف اینجا یک گنج افسانه‌ای است. گنجی که موقع حمله کردن به ایران خسرو پرویز به داخل آب انداخته. عمق دریاچه تخت سلیمان. جالب است بدانید که عمق واقعی دریاچه دقیقاً مشخص نیست. بعضیا که اطلاعات کافی نداشتند سعی کردن وارد دریاچه شده و گنج را پیدا کنند، اما دریاچه آنها را بلعید و غرق کرد. بعدا غواصا وارد دریاچه شدند و فهمیدند عمقش خیلی زیاد است. به نظر می رسید عمق دریاچه سلیمان در مرکزش به 70 متر هم برسد. در جنوب غرب نیز عمق آن به 35 متر می رسد. معروف است که کاوشگرهای آلمانی وقتی مشغول جستجوی این دریاچه مرموز بودند به طور اتفاقی گودالی پیدا می کنند که عمقش به 112 متر می رسیده. ولی ایرانی‌ها هرگز نتوانستند مجدد این گودال را پیدا کنند. ابعاد دریاچه 85 در 110 متر است. البته وقتی 2 متر پایین بروید این ابعاد 10 متر بیشتر می شود. این یعنی دریاچه تخت سلیمان شبیه یک تنگ است. آب دریاچه پر از رسوب است و فقط سطحش دید دارد. از عمق 15 متر به بعد نوری در کار نیست و نمی شود چیزی را ببینید. در دریاچه موجود زنده‌ای پیدا نمی شود مگر در سطح آن که تعدادی ماهی قرمز و آکواریومی دیده می شود. این ماهی ها هم احتمالاً توسط مسافران به دریاچه انداخته شده‌اند. زندان سلیمان در 3 کیلومتری غرب چیچست کوهی مخروطی شکل است که به آن زندان سلیمان می‌گویند. محلی ها اعتقاد دارند هر موجودی که از فرامین حضرت سلیمان سرپیچی می‌کرده اینجا زندانی می‌شده. اما داستان واقعی با روایت‌های بومی فرق دارد. ساسانی‌ها چند هزار سال پیش در این کوه قربانی می‌کردند. 1 سال پیش فرودی پشتی زندان تخت سلیمان ریزش کرد. به گفته کسانی که به تازگی اینجا رفتند، فضای زندان پر از گاز گوگرد است. کوه زندان سلیمان 100 متر ارتفاع دارد و عمق گودالش هم 80 متر است. مهمترین بخش مجموعه آتشکده است. در آتشکده آتش حکومت ساسانیان روشن بوده. در مرکز آتشکده اتاقی مربعی شکل وجود داشته و آتش مقدس را یک گنبد می‌پوشانده. آتشدان را در مرکز اتاق قرار می‌داد و در یک ظرف فلزی آن را روشن می‌کردند. راهبان هم در اطراف آتش ایستاده و نیایش می‌کردند. می‌گویند این آتشکده خزانه‌داری حکومت بوده و جشن تاجگذاری شاهان ساسانی هم اینجا برگزار می‌شده. یکی دیگر از داستان‌هایی که درباره اینجا وجود دارد این است که آتش این آتشکده 7 قرن روشن مانده. معبد آناهیتا. اینجا معبدی وجود دارد که باستانشناسان میگویند معبد آناهیتا بوده است. آناهیتا در ایران باستان الهه آب بوده و چند معبد در سراسر ایران به نامش ساخته شده. معبدهای آناهیتا همیشه بدون سقف بودند، چون در باور ایرانیان قدیم آسمان پدر بوده و زمین مادر. آناهیتا الهه آب بوده و باید به معابدش آب میرسیده. برای همین همیشه معابد را بدون سقف می‌ساختند تا برف و باران وارد معبد شود. تاریخچه تخت سلیمان. اینجا آتشکده‌ای بوده که از زمان ساسانی‌ها باقی مانده. بهرام 5 ساسانی بنیانگذار تخت سلیمان کنونی بوده. بعدها خسرو انوشیروان اینجا را آباد می‌کند. اینجا از زمان پارت‌ها تا مغول‌ها
جای مسکونی بود و جمعیت قابل توجهی در آن زندگی می‌کردند. تخت سلیمان در زمان ساسانی‌ها شکوفا شده است. بعد از جنگ جهانی دوم، دو باستانشناس سوئدی مأمور کاوش تخت سلیمان می‌شوند. در سال 1959 هم دولت وقت ایران اجازه تحقیق را به باستانشناسان آلمانی می‌دهد. و اما شایعات و افسانه‌ها درباره گنج سلیمان در زیر دریاچه. شایعات بسیاری درباره گنج سلیمان در زیر دریاچه معروف این منطقه وجود دارد که تا امروز هیچ کدام از آنها به واقعیت نپیوسته. برخی از انگشتر جادویی سلیمان نبی سخن میگویند که در این دریاچه دفن شده. عده‌ای هم بر این باورند که جام مقدس عیسی مسیح در این دریاچه دفن شده است. قدیمی ترین روایت درباره گنجینه سلیمان به زمان هخامنشیان برمیگردد. در آن زمان اشیاء قیمتی را به عنوان نذری در آب دریاچه ریختند. یکی از جاذبه‌های گردشگری این منطقه چمن محرک است که در اطراف محل سلیمان قرار دارد. اثر طبیعی شگفت‌انگیزی است که شامل یک منطقه باتلاقی با چمنزارها و نیزارهای بلند در اطرافش است. بخش حیرت انگیز قطعه چمنی به شکل جزیره متحرک روی این برکه است که در اثر وزش باد به جهت‌های مختلف حرکت می‌کند. زندان دیو حضرت سلیمان از آثار طبیعی ملی ایران و یکی از دیدنی‌های روستای آنجا به شمار می‌رود که در 33 کیلومتری تخت سلیمان قرار دارد. این اثر طبیعی که به زندان سلیمان شباهت دارد، نه برج نگهبانی دارد و نه میله‌های آهنی. روایت است که خانهای محلی روزگاران قدیم برای تنبیه دشمنان یا مردم روستا به پای آنها سنگی می‌بستند و در این گودال عمیق می‌انداختند. و اما نکته آخر، سابقه غواصی در دریاچه تخت سلیمان. در گذشته امکان شنا و غواصی در دریاچه فراهم بوده، اما شنا کردن در آب دریاچه تخت سلیمان به طور قطعی ممنوع است. آب این دریاچه دارای املاح معدنی است که باعث به وجود آمدن رسوبات آهکی در آن می شود. وجود رسوبات آهکی معلق در آن باعث غرق شدن افراد زیادی در این دریاچه شده است. به همین دلیل برای جلوگیری از غرق شدن در دریاچه تخت سلیمان، شنا کردن در این دریاچه ممنوع است. غواصان و کاوشگران زیادی برای جستجوی گنج کوروش به اعماق این دریاچه رفتند، اما به خاطر فشار زیاد آب و رسوبات داخل آن موفق به یافتن این گنجینه تاریخی نشدند. ممنون دوستان که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودین. خوشحال میشیم جهت انگیزه و انرژی بیشتر ما کانالمون رو سابسکرایب کنید. در آخر نظر یادتون نره تا ویدیوی دیگر، بدرود.